هیچ وقت گنده تر از رئیست نباش. همیشه بذار بالا دستیات احساس برتری کنن. اگه میخوای اونا رو تحت تأثیر بذاری، توی نشون دادن استعدادات زیاده روی نکن، چون ممکنه نتیجه عکس بده و این کارتون باعث ترس و ناامنیشون بشه. کاری کن بالا دستیت بیشتر از خودت درخشش داشته باشه. اگه این کارو بکنی به درجه های بالا دست پیدا میکنی. بذار جریان یه وزیر رو بهت بگم که از این قانون سرپیچی کرد. وزیر خزانه‌داری لویی 14 نیکولاس فاکت توی سالهای اول سلطنت لویی یه مرد دست و دلباز و عاشق مهمونی‌های پرزرق و برق، زنای خوشگل و خوشگذرونی بود. از اونجایی هم که خیلی ولخرج بود، عاشق پولم بود. فاکت یه مرد باهوش بود و پادشاه نمیتونست ازش چشم پوشی کنه. توی 1661 وقتی که نخست وزیر جورج مازارین مرد، فاکت انتظار داشت که خودش نخست وزیر بشه. شاه هم تصمیم گرفته بود که کلاً نخست وزیری رو حذف کنه. این کار شاه و یه سری از رفتارهای جدیدش فاکت رو بدجوری ترسونده بود که نکنه از چشم شاه بیفته. واسه همین تصمیم گرفت با شکوه ترین مهمونی توی جهانو برگزار کنه و خودشو توی چشم شاه عزیز کنه. ظاهر مهمونی به مناسبت یادبود تکمیل گردشگاه دوولو ویکنت بود، ولی هدف اصلیش تجلیل از پادشاه به عنوان مهمان افتخاری بود. معروفترین افراد اروپا و برخی از بزرگای اون زمان مثل لافونتن، لاروشفوکو و مادام دوسوین توی همین مجلس بودن. مولیر واسه همین مهمونی نمایشنامه نوشت که آخرای مراسم اونو روی صحنه برد. مهمونی با یه شام مفصل شامل 7 جور غذای شرقی که قبلا توی فرانسه کسی هرگز طعم اونو نچشیده بود و خوراکای جدیدی که واسه اون شب تدارک دیده بودن شروع شد. حین صرف غذا فاکت یه موسیقی قشنگ اجرا کرد و تقدیمش کرد به شاه. مهمونا بعد از شام توی باغ گردش کردن. زمین و فواره های اونجا یادآور کاخ ورسای پاریس بود. فاکت خودش شاه رو توی مسیر گردش بین سبد گلا و بوته هایی که به شکل‌های هندسی بودن همراهی کرد. وقتی رسیدن به آبراهای باغ، شاه از دیدن نمایش آتشبازی خیلی لذت برد و بعدش نمایش مولیر روی صحنه رفت. مهمونی تا نیمه شب طول کشید و همه بدون استثنا تایید کردن که سرگرم کننده ترین مراسمی بوده که توی زندگیشون رفتن. ولی جالبش از اینجا شروع میشه. روز بعد رئیس گارد سلطنتی فاکت رو دستگیر کرد و 3 ماه بعد به جرم سرقت از خزانه کشور محاکمه شد. جالبیش اینه که بیشتر این اتهاما بابت پولهایی بود که با اجازه خود شاه خرج شده بود. فاکت محکوم شد و اونو فرستادن به دور افتاده ترین زندان فرانسه، روی کوههای پیرنه. 20 سال تنهایی کشید، دیوونه شد و آخرم مرد. لویی 14 ملقب پادشاه آفتاب خیلی مرد مغرور و خودخواهی بود که دوست داشت همیشه اون توجه همه رو جلب کنه. هرگز نمیتونست قبول کنه که یه نفر دیگه به ویژه وزیر خزانه داریش با ولخرجی توی این کار از اون بهتر باشه. لویی 14 جین باپتیست کولبرتو جانشین فاکت کرد. کولبرت به خساست و برگزاری ساده ترین مهمونی‌های توی پاریس مشهور بود. اون به شاه اطمینان داد که تمام پول‌هایی که از خزانه خارج میشه مستقیم در اختیار لویی قرار میگیره. لویی با اون پولا کاخ بسیار باشکوه‌تر از گردشگاه فاکت بیچاره و کاخ باشکوه ورسای ساخت و توی طراحی اون از همون معمارا و طراحای باغ فاکت استفاده کرد. لویی 14 توی این کاخ مهمونی‌های پرخرج و باشکوه‌تر از ضیافت فاکت که به فناش داده بود برگزار کرد. خب حالا موضوع رو بررسی می‌کنیم. توی شب مهمونی فاکت به باور خودش واسه نشون دادن وفاداری و احترام به پادشاه پشت سر هم نمایش‌های مختلف و هر کدوم باشکوه‌تر از قبلی رو به لویی تقدیم می‌کرد. اون فکر می‌کرد با این مهمونی نه تنها مقام و منزلت سابقشو پیش شاه به دست میاره، تازه با نشون دادن خوش‌سلیقگی آدمایی که با اونا ارتباط داره و محبوبیتش به شاه به گزینه درستی واسه پست نخست وزیری تبدیل میشه. ولی از نظر لویی هر لبخند تحسین آمیزی که مهمونا به فاکت میزدن براش این معنی رو داشت که دوستا و اشراف پادشاه بیشتر از اون که شاهو دوست داشته باشن جذب وزیرش شدن. مهمونی مفصل فاکت به جای اون که باعث شگفتی لویی 14 باشه مایه سرشکستگی اون شد. البته لویی این ناراحتی رو هرگز بیان نکرد، ولی در عوض بهانه‌ای ساده پیدا کرد
تا از شر مردی خلاص بشه که ناخواسته باعث شده بود شاه احساس ناامنی کنه. این سرنوشت کساییه که تعادل احساسی بالادستی‌های خودشونو به هم میزنن، غرورشونو جریحه دار میکنن یا برتری اونا رو زیر سوال میبرن. اول شب فاکت روی عرش بود و آخر شب روی فرش. اما اگه این قانون رو رعایت کنی چه اتفاقی میفته؟ توی اوایل دهه 1600 گالیله ستاره شناس و ریاضیدان ایتالیایی موقعیت خودشو متزلزل دید. واسه تحقیقاتش پول میخواست و به سخاوتمندی حاکمای بزرگ وابسته بود. پس مثل همه دانشمندای عصر رنسانس گاهی اوقات اختراعات و اکتشافاتش رو به شاه و حاکمای اون زمان هدیه میکرد. مثلا یه بار قطب‌نمای نظامی رو که اختراع کرده بود به دوک گونزاگا پیشکش کرد. بعدش کتابی رو که روش استفاده از قطب‌نما رو توضیح میداد به خاندان مدیچی تقدیم کرد. هر دو حاکم خوششون اومد و گالیله به واسطه نفوذ اونا تونست شاگردای بیشتری واسه تدریس پیدا کنه. صرف نظر از اینکه این اکتشافا و هدایا چقدر بزرگ بود، حامیاش معمولاً به اون یه سری هدیه میدادن. اون که به دلیل ترس و ناامنی نمیتونست هدیه نقدی قبول کنه، فکر کرد باید راه ساده تری هم باشه. توی سال 1610 وقتی گالیله قمرای سیاره مشتری رو کشف کرد، یه روش جدید رو امتحان کرد. به جای اون که مثل گذشته بین حامیاش از اکتشافای خودش بگه و وسایل رو بین اونا تقسیم کنه، مثلا تلسکوپش رو به یکی از حامیاش و کتابش رو به یکی دیگه بده، تصمیم گرفت فقط روی خاندان مدیچی متمرکز شه. دلیل انتخاب مدیچی این بود که کمی بعد از اون که کازیموا خاندان مدیچی رو توی سال 1540 تأسیس کرد، تندیس جوپیتر یعنی خداوند قدرت رو به عنوان نماد مدیچی انتخاب کرد. این تندیس فراتر از سیاست و بانکداری بود و نمادی بود که با روم باستان و خدایانش پیوند داشت. گالیله کشف قمرهای سیاره مشتری یا همون جوپیتر رو به رویدادی کیهانی تبدیل کرد و هدفش این بود که به خاندان مدیچی ادای احترام کنه. گالیله یه مدت بعد از این اکتشاف اعلام کرد که همزمان با پادشاهی کازیموای دوم، ستاره‌های درخشان یا همون قمرهای سیاره جوپیتر توی آسمون خودنمایی کردن و اون با تلسکوپش اونا رو دیده. گالیله گفت که تعداد قمرها 4 تاست که با تعداد برادرای مدیچی هماهنگی داره. کازیموای دوم 3 برادر دیگه هم داشت. اون حتی ادعا کرد که این قمرها دور سیاره جوپیتر میچرخن، همون جوری که این 4 برادر گرد کازیموای اول بنیانگذار خاندان مدیچی میچرخیدن. اون با این کشف به مردم عادی نشون میداد که آسمونا هم برتری خاندان مدیچی رو تایید میکنن. بعد از اینکه گالیله همین اکتشاف رو به مدیچی پیشکش کرد، آرمی رو سفارش داد که توی اون نماد جوپیتر روی ابرها نشسته بود و اطراف اون 4 ستاره حلقه زده بودن. گالیله آرمو به عنوان نماد ارتباط کازیموای دوم با ستارگان به اون هدیه کرد. توی سال 1610 کازیموای دوم گالیله رو به مقام فیلسوف و ریاضیدان دربار با حقوق کامل منصوب کرد. هر دانشمندی با داشتن این مقام میتونست بار خودشو واسه تمام عمر ببنده. به این ترتیب گالیله به روزای سختی و رنجش پایان داد که واسه حمایت از اکتشافاتش باید به دیگران التماس میکرد. ولی این نتیجه گالیله با برداشتن یک قدم درست به دستاوردی خیلی بزرگتر از اون چیزی رسید که با سالها خواهش و تمنا به دست می آورد. علتش ساده است. تمام افراد بالادستی میخوان عالی تر از بقیه مردم به نظر برسن. اونا به علم یا واقعیت تجربی یا آخرین اختراعات اهمیتی نمیدن، بلکه اعتبار و شکوه و عظمتشون توی اولویته. گالیله با پیوند دادن نام خاندان مدیچی به نیروهای آسمانی شکوه و عظمتی بی نهایت به این خاندان بخشید. دانشمندا از بازیای دربار و حامیاش در امان نیستن. اونا به اربابای خودشون خدمات بیش از اندازه‌ای ارائه میدن تا شاید اربابشون به اونا توجه مالی داشته باشه. توان ذهنی بالای دانشمندا ممکنه حس ناامنی و حسادت رو توی اربابشون به وجود بیاره، طوری که حاکما فکر کنن به وجود اومدن تا دانشمندا رو تامین مالی کنن. کسی که خودشو برترین و صاحب نظرترین فرد میدونه دوست داره بیشتر از رفع نیاز مالی دانشمند اعتبار داشته باشه. اون تمایل داره که خلاق، قدرتمند و مهم به نظر برسه. پس بهتره به جای حس ناامنی به اون عظمت ببخشید. گالیله با کشف جدیدش قدرت ذهنی خاندان مدیچی رو به چالش نکشید یا کاری نکرد که اونا احساس کنن پایین تر از گالیله هستن،
بلکه اونا رو با ستاره ها هم تراز کرد و باعث شد در بین بقیه اشراف و پادشاه ها توی رأس باشن و همواره احساس گنده بودن کنن. اون نه تنها خودش رو از اربابش گنده تر نمی کرد، بلکه کاری کرد که اربابش بیشتر از همه این حس رو داشته باشه. همه افراد احساس ناامنی دارن. وقتی خودتون رو به جهان نشون میدید و استعداداتون رو به نمایش میذارید، قطعاً هیجاناتی مثل خشم، حسادت و عوامل بروز ناامنی رو برانگیخته میکنید. پس باید انتظار چنین واکنشایی رو داشته باشید. نمیشه یه آدم تمام عمرشو با نگرانی واسه رفتارهای نامناسب و بی اهمیت دیگران بذاره، ولی همین مسئله درباره بالادستیاتون فرق میکنه. وقتی پای قدرت وسطه، گنده تر بودن از مقام بالادستیت خطرناکترین اشتباهه. از اینجور چرت و پرتا نگید که از زمان لویی 14 و خاندان مدیچی روزگار خیلی تغییر کرده. کسایی که توی زندگی به مقام و مرتبه‌ای رسیدن خودشونو مثل یه شاه و ملکه بزرگ میدونن. اونا میخوان تو موقعیتشون احساس امنیت کنن و از نظر هوش، ذکاوت و جذابیت از اطرافیاشون برتر باشن. این استنباط که با خودنمایی و نمایش توانایی‌ها و استعدادتون نظر مقام بالادستیتون رو به خودتون جلب کنید اشتباه محضه. اونا ممکنه ظاهرا شما رو تحسین کنن، اما تو اولین فرصت یه جایگزین با بهره هوشی و جذابیت کمتر براتون پیدا میکنن، چون چنین فردی موقعیت اونا رو کمتر به خطر میندازه. این همون کاریه که لویی 14 انجام داد. این قانون که گنده تر از بالادستیت نباش 2 ماده داره که بهتره هر دوتاشو آویزه گوشای نازتون کنید. اول اینکه ممکنه بدون اینکه بدونید بیشتر از مقام ارشدتون بدرخشید. برخی افراد بیشتر از بقیه احساس ناامنی میکنن. احساس ناامنی اونقدر توی اونا شدیده که حتی از جذابیت یا مهربونی طبیعی شما هم برنجن. هیچ کس با استعدادتر از آستور مانفردی شاهزاده فانزا نبود. اون خوشتیب ترین شاهزاده جوون ایتالیا بود که تمام اطرافیانو مسحور بخشندگی و جوانمردی خودش کرده بود. سزار بورژیا در سال 1500 شهر فانزا رو محاصره کرد. آوازه بدرفتاری‌های بورژیا همه جا پیچیده بود. پس اشراف و بزرگای اونجا بدتر از این رفتارا رو از بورژیای ظالم انتظار داشتن. اما اون تصمیم گرفت از شهر چشم پوشی کنه. در عوض فقط قلعه نظامی رو تصرف کرد. اون به هیچ شهروندی آسیبی نرسوند و اجازه داد شاهزاده مانفردی که توی اون زمان 18 سال بیشتر نداشت با آزادی کامل توی دربارش باقی بمونه. ولی چند هفته بعد سربازای بورژیا آستور مانفردی رو کشان به زندان رومیا بردن و 1 سال بعد جسدش رو در حالی که یه سنگ گردنش آویخته بود از آب رودخونه تایبر گرفتن. بورژیا قتل وحشتناک این مرد جوونو به چند تا اتهام بی ربط و ناروا مبنی بر پیمان شکنی و توطئه ارتباط داد. ولی مسئله این بود که بورژیا یه مرد خودخواه بود و از وجود شاهزاده جوون احساس ناامنی میکرد، چون شاهزاده بدون هیچ تلاشی بیشتر از اون به چشم می اومد. مانفردی استعدادی ذاتی داشت که حتی حضور سادش هم باعث میشد بورژیا کمتر جذاب و تاثیرگذار به نظر برسه. درس ساده ایه. 3 گزینه دارید: یا کمک کنید تا سزار بورژیای زندگی شما جذابتر و برتر به نظر برسه، یا از این هیولاهای خودپسند دوری کنید و یا راهی پیدا کنید که تا وقتی تو رکاب چنین فردی هستید خصوصیات خوبتون رو مخفی کنید. دوم اینکه این قانون میگه هرگز تصور نکنید چون مقام بالادستیتون از شما خوشش میاد میتونید هر کاری که دلتون خواست انجام بدید. بیشک میشه درباره کسایی که یه روزی خیلی واسه بالادستیاشون محبوبیت زیادی داشتن کتابای بیشماری نوشت و فقط به این دلیل که گاهی بیشتر از اربابشون درخشیدن از چشم اونا افتادن. اواخر قرن 16 یار محبوب امپراتور هیدیوشی تو ژاپن مردی به اسم سن ریکیو بود. ریکیو هنرمند درجه 1 مراسم چای بود که بین نجیب زاده ها خیلی دوست داشتنی بود. ریکیو مورد اعتماد ترین مشاور هیدیوشی هم بود. اون توی کاخ آپارتمان مخصوص خودشو داشت و تو سراسر ژاپن احترام و اعتبار ویژه‌ای واسه خودش داشت. با وجود همه اینا هیدیوشی تو سال 1591 دستور بازداشت ریکیو رو صادر کرد و بعدش به مرگ محکوم شد. ریکیو در اعتراض به این حکم خودکشی کرد. بعدها علت تغییر ناگهانی بخت و اقبال اون معلوم شد. ظاهرا ریکیو، این بدبخت دهاتی سابق و عزیز کنونی دربار، مجسمه چوبی از خودش ساخته بود و این مجسمه صندل به پا داشت. توی اون زمان پوشیدن صندل یکی از نشانه های نجیب زادگان و بزرگای اون زمان بود.
اون این مجسمه رو توی مهمترین معبد قصر یعنی ورودی دروازه ها گذاشته بود، طوری که وقتی بزرگا و نجیب زاده ها از اون محل رد می شدن اونو به خوبی می دیدن. از نظر هیدیوشی کاری که ریکیو کرده بود نشون میداد که حد و مرزش رو فراموش کرده و یادش رفته که یه روستایی بدبخت بیشتر نیست و تصور کرده از حقوق یکسانی با نجیب زاده ها برخورداره. امپراتور هم از این کار ریکیو کفری شد، چون تصورش این بود که ریکیو یادش رفته موقعیتش به امپراتور وابسته است و طوری رفتار کرده انگار به تنهایی این جایگاه رو به دست آورده. این اشتباه ریکیو چنان بزرگ و مهم بود که قابل بخشش نبود و به بهای جونش تموم شد. همیشه یادتون باشه که هیچ وقت جایگاهتون رو مسلم، قطعی و ثابت فرض نکنید. هرگز اجازه ندید هیچ یک از لطفایی که به شما میشه شما رو از دیدن واقعیت دور کنه. با آگاهی از خطرها و پیامدهای ناشی از درخشش بیشتر از مقام بالادستیتون میتونید از این قانون به نفع خودتون استفاده کنید. اول اینکه چاپلوسی کنید و رئیستون رو بزرگ جلوه بدید. شاید تملق موثر باشه اما محدودیت‌های خودش هم داره. چاپلوسی یه امر خیلی مستقیم و آشکار و از نظر بقیه ناخوشاینده، ولی چاپلوسی طبق نقشه و خردمندانه بسیار قدرتمند و موثره. برای مثال اگه از مقام بالادستیتون باهوش‌ترید کاری کنید که عکس این به نظر برسه. خودتون رو فردی بی تجربه و ساده لوح نشون بدید، جوری که همه فکر کنن به مهارت و تجربه اون نیاز دارید. اشتباهات بی‌ضرری مرتکب بشید که در بلند مدت به ضررتون تموم نشه. این اشتباهات فرصت درخواست و کمک رو از سمت اون واسه شما فراهم میکنه. مدیرا و مقامای ارشد عاشق اینجور درخواستان. مقام ارشدی که نتونه تجربهشو به شما بده حتما با شما دشمن میشه. اگه ایده‌ای دارید که خلاقانه تر از رئیستونه اونا رو به اون نسبت بدید، ولی طوری رفتار نکنید که همه موضوع بفهمن. اگه لازمه از شوخی و شیرین بازیتون کم کنید. اگه ذاتن از رئیستون بخشنده تر و اجتماعی ترید حواستون رو جمع کنید تا مثل یه ابر نباشید که جلوی درخشش اونو توی چشم بقیه میگیره. رئیس شما باید مثل خورشیدی باشه که همه دورش میچرخن و اون قدرت و برتریشو روی اونا میتابونه و در کانون منظومه قرار داره. اگه توی موقعیت میزبانی و پذیرایی از اون قرار گرفتید با نشون دادن امکانات محدودتون میتونید حس همدردیشو روشن کنید. هرگز با نشون دادن سخاوتمندی خودتون اقدامی واسه تحت تاثیر قرار دادن اون نکنید. بهتره که از داستان فاکت درس عبرت بگیرید وگرنه باید بهای سنگینی بدید. فراموش نکنید توی چنین مواردی پنهان کردن نقاط قوت نشونه ضعف نیست، البته به شرط اون که نتیجه به قدرتمندتر شدن شما منجر بشه. وقتی به دیگران اجازه میدید گنده تر از شما باشن و بیشتر از شما درخشش داشته باشن به جای اون که قربانی حس ناامنی اونا بشید تحت کنترل باقی میمونید. این سیاست ها وقتی به درتون میخوره که بخواید از وضعیت و جایگاه پایین خودتون به مقام بالاتری برسید. اگه مثل گالیله اونقدر زرنگ باشید که کاری کنید درخشش رئیس یا بالادستیتون بیشتر از قبل بشه، اون شما رو گله سرسبد خودش میکنه و بلافاصله ارتقای درجه میگیرید. بیایید تصور کنید در آن واحد تنها یه خورشید میتونه بتابه. هرگز نور خورشید رو محو نکنید یا واسه درخشش خودتون با خورشید رقابت نکنید. به جاش توی آسمون محو و غیب بشید و راهی پیدا کنید تا به درخشش کهکشان شدت ببخشید. بذاری یه جمله از یه آدم حسابی توی قرن 17 میلادی بزنم که اسمش بارتازار گراسیان بوده. یه متفکر، فیلسوف و نویسنده بزرگ اسپانیایی که پیرو مکتب پسیمیسم بوده. از درخشش بیشتر از مقام ارشدتان بپرهیزید. به طور کلی هر گونه برتری خواهی نفرت انگیز است و از این میان برتری طلبی رعیت بر حاکم نه تنها احمقانه بلکه کشنده است. این درسی است که ستاره های آسمان به ما می آموزند. شاید ستارگان با خورشید نسبتی داشته باشند و به اندازه آن درخشان باشند، اما هرگز در حضور خورشید ظاهر نمی شوند. البته یه استثنایی هم داریم. نمیتونین همیشه مراقب باشین که مبادا کسی از شما برنجه، اما میتونید انتخاب کنید که کجا بیرحم و کجا مهربون باشید. اگه بالادستیتون یه ستاره رو به افوله، هیچ دلیلی واسه ترس از خوش درخشیدن وجود نداره. تو همچین شرایطی با کمال بیرحمی خودتون رو نشون بدید و گنده تر از همه باشید. این همون کاریه که رئیستون هم انجام داده. اونم وقتی مثل شما تازه پله‌های ترقی رو طی می‌کرد حتی یه ذره تردید به دلش راه نداده. پس قبل از هر چیزی قدرت اونو بسنجید. اگه ضعیفه هوشمندانه سقوطش رو شتاب بدید. توی لحظه‌های کلیدی بهتر از اون عمل کنید
و جذابتر و باهوشتر از اون باشید. اگه خیلی ضعیف و تو آستانه سقوطه، اجازه بدید تا روند طبیعی خودشو طی کنه. خطر نکنید و به خودتون زحمت ندید که از مقام ارشد خیلی ضعیفتون پیشی بگیرید و بیشتر از اون درخشش داشته باشید، چون اون وقت از نظر بقیه کین توز یا بی‌رحم به نظر میرسید. ولی اگر رئیستون جایگاه محکمی داره، با وجود اون که خودتون میدونید توانایی شما بیشتر از اونه، منتظر بمونید تا نوبت به شما برسه و صبور باشید و عجله‌ای واسه درخشیدن به خرج ندید. ذات روزگار همینه که قدرت افراد روزی محو و ضعیف میشه. رئیستون یه روز سقوط میکنه و اگه بازیگر خوبی باشید، شما بیشتر از اون دووم میارید و خورشید آسمون میشید. و در نهایت تنها علت پیشرفت ما میتونه این باشه که شاید زنده بمونیم. فعلا